دوستان ارجمند بار دیگر به همه شما در ایجادات نو که سال 2020 یک چند لحظه دیگر مانده است موفقیت ها تمنا میکنم. سرودهای تر و تازه برای بینندگان، برای مخلصان از طرف شما باید پیشکش گردد. هر یک شما مخلص دارید، هر یک شما علاقه در جاده سنت قدم‌های نخستین قدم‌های استوار خود را گذاشته اید. باوری تام کردی گفته میکنم که سال 2020 چون از روی مچل سال موش بوده است، یعنی خواجگی داری، آیله داری، دوست داری و سمت و فرهنگ هم است. بار دیگر به همه شما موفقیت ها، سرودهای تر و تازه تمنا میکنم. یک بقریبی یک گرگر برآمد که میشمیش برآمد که با واسطه اینترنت که سال نو نمیشده است. در تاجیکستان سال نو نمیشده. بعد پسان گفتم برای چه؟ گفتن که بابای برفی وقتی که نبیرش به مکیاژ گای دلش زده مرد. لیکن من با باوری‌ها گفته میتونم که این ممکن در مملکت‌های غرب و اروپا، برای که در تاجیکستان ما هم بابای برفی هم بابای دهقان هم نبیرش برفک و ملکه نوروز بهترین گل دخترها. قرصک برای گل دخترهای تاجیک میزنیم ما. سلامت باشم. من از جوان‌ها بسیار خواهش میکنم این لحظه ما را گوش میکنن. همین ما باید وقتی که دختر مثلا مهر و محبت میبینه من چمنگور علاقه دلای این آب شده که دلاش سر شده همین سخنهای خوب کردی دل این خانم‌ها ما گرم کنیم. مثلا حاضر جوان‌ها یکم دختر را دوست دارن اگر طرف آشناش گرم میزنن حیوان این خیلی باید نشود. جای زیبایی حیوان گرفتن، جای خوشرویی من نمیدونم با دیگر چی گرفتن. برای همین یک موسیقی دیدم، موسیقی گفت که بچه‌م وقت داشتم ما هم کمپیرو مانا دوست داشتن میگرفتیم، شعر میخوندیم، غزل میخوندیم، روبایات میخوندیم، دل دخترای به دست میآوردیم. حاضر جوانا میگن که اگر خواهد شعر خوند میگن ای بای ای نیست کمگپ بین خودمان هیچ کس نشنود کم به خود بیسوادیم یا کتاب دوست نمیداریم. موسیقی گفت که بچه‌م من شعر میخوندم، غزل میخوندم، کمپیر من دوست داشتم. گفتم کلی بابا خونه باز من 4 روز شعر هم بابایم میخونم در وقتش برای کمپیرها میخوندم و 4 روز شعر جوانایی که امروز برای محبوبشان میخوندم. مثلا بابا ما چی میگفتن دخترایی که دوست میداشتن؟ دلم را ده که من به دل نمانم به مثل مرغ بسمل نمانم. اگر عشقت بود گرداب دریا مرا هم برکی در ساحل نمانم. جوانای امروزه چی میگن؟ میان ما و تو سکرت نباشد شیرین‌تر رایله بود کانفت نباشد. اگر هر دوی ما یک جویه باشیم الا تا سحر سیوت نباشد. و پس روغن ما برای کی ساخته؟ قرصک برای انشاءات است، برای راغون میتونیم